در کابل پایتخت افغانستان رسمی ویدا با نایب رئیس این جمهوری محمد قاسم فهیم دایر شد. مارشال فهیم روز 9 مارس در سن 57 درگذشت. در افغانستان به یاد فهیم 3 روزه ماتم ملی اعلان شده است. کابل میگوید که فهیم با مرگ خود فوتید. در اوکراین نامزد به انتخابات ریاست این جمهوری ویتالی کلیچکو در شهر خارکوف با ازدحام ساکنان طرفدار روسیه روبرو شد. کلیچکو برای دعوت به وحدت اوکراین به شرق این کشور سفر کرده است. قهرمان سابق بوکس و رهبر حزب اودر خود را برای انتخابات پرزیدنتی روز 25 می نامزد کرده است. همچنین در اوکراین فعالان جنبش اتومیدان رانندگانی که سوار ماشین‌های خود از یورومیدان پشتیبانی می‌کردند از شهر دنیپروپتروسک بازدید کردند. اعضای این جنبش با هدف نشان دادن خطر جدایی خواهی و هشدار از احتمال جنگ به شرق اوکراین سفر کردند. روز 9 مارس سخنگوی اتومیدان و 2 ژورنالیست اوکراینی هنگام تلاش ورود به ولایت قریم به‌نشان شدند. در شمال و غرب پاکستان کارگران علیه حاکمان شهر پشاور دست به اعتراض زدند. اعتراضگران راه را بسته علیه حزب تحریک انصاف که حکومت ائتلافی ولایت خیبر پختونخوا را رهبری میکند شعار زدند. کارگران این حزب را به استفاده از قدرت به خاطر مجازات رقیبان سیاسیش عیبدار میکنند. در عراق نیروهای ویژه کرد به یک پناهگاه احتمالی تروریستان در شهر شمالی کرکوک حمله کردند. بنا به خبرها در این عملیات 3 گمانبر کشته و دست کم 1 تن از نیروهای موسوم به آسایش زخمی شدند. مقامات میگویند ضمن این عملیات مواد منفجره و تسمه‌های انتحاری نیز کشف و مصادره شده است.